با سلام خدمت همگی. و اما به قول گفتنی این داستان خداداد عزیزی، کسی که با زدن یک گل در 27 سال پیش هنوز که هنوزه از مواهبش داره استفاده میکنه، داره به منافع اقتصادی رسیده، مشهور شده، عضو ثابت بیشتر برنامه‌های تلویزیونی، ورزشی، جشناز، مراسم مختلف. حالا اینا اشکالی نداره، بالاخره کسی بوده در یه مقطعی یه حرکتی رو انجام داده، ملت ایران رو خوشحال کرده برای یه چند روزی و مواهبش هم داره استفاده میکنه. ولی اینی که خودشو به بیشوری میزنه و به لودگی میزنه و کلاس صدا و سیما رو انقدر میاره پایین که اونجور حرفا رو میزنه، بعدم با نگاه به مجری دوباره تکرار میکنه حرفشو. اگه دقت کرده باشین یه بار گفت، یه بارم رو که به آقای میساقی و دوباره تکرار کرد که میساقی سعی کرد اونجا کاورابش کنه، بپوشونه حرفو که نتونست. همه ملت خب فهمیدن دیگه. و گناه و عضو بدتر از گناهش اینه که دوباره در فردای اون روز بعد از مسابقه فوتبال میان ازش میپرسن که آقا همچین مطلبی رو شما گفتی در رسانه ملی و بازم ادعا میکنه که نه شما همه این کارا رو میکنین و همه این حرفا رو میزنید و ولی تو پس علنی نمیگین چون میترسین، چون ریاکارین. آقا خود شما که اصل ریاکارایی که اگه بخوان ریاکار نمونه معرفی کنن، به نظر من خداداد عزیزی اگه اولیش نباشه تو ایران دومیش هست. بعدم میشه شما آقا دیگه بس کنی دیگه، چقدر بناس به خاطر زدن یه گل مردم تحملت کنن؟ پس امثال علی دایی و مهدوی کیا و اینا که این همه برای ایران زحمت کشیدن، اسم خوب دارن، تو دنیا میشناسنشون، تو ایران هم به آقایی و متانت و جوانمردیشون میشناسنشون. حالا من این دوتا رو اسم بردم، خیلی بیشتر از اینا هستن. رسول خادم عزیز و در هنرمندا همگی همه جا هستن. پس اینا باید الان تلویزیون که باید به نام اینا باشه که. بعدم آقای میساقی بسته دیگه، چقدر آبرو ریزی. برنامه‌های قبلیش هم که یادته، برنامه‌هایی که با گزارشگرای دیگه داشت، آقای خیابانی داشت حرفای خیلی بیادبانه میزد، ولی چون اون موقع امیر قلعه‌نویی رو ایراد میگرفت ازش و مورد انتقاد قرار میداد، بیشتر تحمل میشد از طرف گروهی. حالا با خود آقای قلعه‌نویی هم ما حرف داریم که بی خودی اومده اونجا. قلعه‌نویی در سطح یه تیم دست دوم هم نیست اگه واقعا بنا به مربیگری باشه، چون سوادش در اون حده. به هر حال موضوع آقای خداداد عزیزیه. آقای خداداد عزیزی خیلی از مردم خیلی کارا رو میکنن ولی در جمع یه جور دیگه برخورد میکنن. خیلی تو خونهشون در رابطه با همسرشون رفتارهایی دارن که نمیتونن، کارشون هم کار بدی نیست، حلاله، ولی نمیتونن اونو علنی کنن، بیان جلو دوربین انجام بدن. میتونن؟ یا حرفایی که تو خونه به بچهشون میزنن و جلو مهمونا نمیزنن، چون برای اون مهمونا احترام قائلن، برای اون افراد دور و برشون احترام قائلن. پای اون تلویزیون همه که مثل شما نیستن که یه آدم لوده بی سواد بی کلاس لومپن، همه که اونجوری نیستن که نشسته باشن پای حرفای شما. بالاخره کلی دکتر، مهندس، آدمای با سواد اجتماعی نه مدرکی، اونا هم نشستن، خانواده ها نشستن، خواهرای ما نشستن، خانوما، مادرها، بچه ها، دخترها، بزرگا، و همه ناراضی از این قضیه.
من جای شما باشم دیگه سمت تلویزیون نمیرم، هرچند که اون تلویزیون شما رو بخواد، هرچند که مدیرای اون تلویزیون که بدتر از خودت هستن بهت اصرار کنن که بیا، ولی من جای تو باشم دیگه نمیرم. الان به جای این لودگیری ها و پروبازی ها بیا یه معذرت خواهی کن تا ویدیوهای بدتر از اینو از طرف من امثال من نبینی. برای اینکه ویدیو دومت خیلی پروبازی بود که به گزارشگر هی سعی میکنه مؤدبانه صحبت کنه، هی سعی میکنه لاپوشینی کنه، برگشتی بهش میگی تو میخوای برای من حضرت علی شی؟ یعنی چی اصلا؟ این چه مدل حرف زدنه؟ بی کلاس لومپن. آقا هرچی هم بنا بود گیرت بیاد گیرت اومد دیگه، سوریت هم که رفتی، تو همه برنامه هم که هستی، تو مسابقه بوده هستی، تو گزارش ورزشی هستی، تو تفسیر نمیدونم برنامه ها هستی، تو جشن ها هستی. علی دایی اگه بنا بود تو 1/100 از این برنامه هایی که تو هستی باشه سالی 10 بار باید مهمون تلویزیون بود، ولی نیست، چون مثل تو لومپن نیست و نیاز نداره. فعلا خداحافظ تا ویدیو بعدی. ولی من جای تو باشم دیگه سمت تلویزیون نمیرم. در ضمن اون کاری هم که با سرت کردی توی زمین مسابقه، چیزی که نداری بهش اشاره کردی، فکر نکن همه مثل خودتن، احمقن و نمیفهمن. اونایی که دیده بودن فهمیده بودن تو چه حرکت زشتی کردی. حالا فدراسیون فوتبال که فعلا الحمدلله زیر نظر زنوزی و خودت هم که گفتی آدمای گنده پشت و پناهتن و کسی هم واکی نداری، فکر میکنی اینا هنره، هنر در آقایی، در متانتی که تو نداری. خداحافظ.